Здесь как? Bravo. Vad håller jag rakt då? سلام با همه یولای غمدره یولای برفدار روژه خریب مدین رفته استیم وعده دادگی را بود کرده جنه مردک ای 5 مدگی ای جمشید نم داره ای جمعیت خواجه نصرالدین شدگی ای این حاضر در حوزه آمدیم رسیدیم یه مولای مول جلیکول پرتکش دادگی نه مولش اومدگی عبیده ککرس رفتیم یک خبر گرفتیم ما هم برفو باید ببریم هم برفو های خر گفتیم مردمی جلیکول چون خر را نگاه کن یک دست خیلی یک اون 30 تا خره یک خر ندادن خیلی تنجه هیچ گم نداره ما هم میبریم شلو میریم یک گوسپند گرفتن اینجا نگرفتیم ای حاج میریم همین خیل هم برفو خدی میگذاریم اون طرف 2 تا خر داریم مردمی 5 مردمی خردم مدگیان ها نه استاد سرکار تینجای مولم جمع شی مول جلیکول اوه نه بچه های عزیز برفا را دیده نه ای هو همونجا نشون میدادم که برف حالی هم هست هم خیدگر موندگی ای یه مردک پیش رفته است استاد سرکار میگن ای رایون 5 ای چاسکای جمعیت راست میگم نه تمام کردگی نیست ترینگ ای حالا نه مردک هم جمشید هسته ایش هم جمعیت تماشا کردگی تماشا کردگی ویدیو را کیف کردگی مویگیر اومدیستن این مردک ای دره حیرون علی میسنیک ای تاک این ایران نش میگن زمستان شمال برف میاره میتپه 1 متر 2 متر نه یک چند متر میشه 3 4 متر ولی حاضر امروز 11 ایولای 2017 11 ایول حرف ل داره آخرش 11 ایول برف افتادگی نیست با فکرم یگان 20 روز دیگه دوام میکنه علی یگان 20 روز یک ماهیگه برف میمونه هم قبلنده هوا هم وقتای اخیر گرم کرده است هم بارون میبره هم گرم میکنه سحر تا قریبی بگه هوا گرمه تو نه چند روز پیش تو دین روزه بگه بارونش سخت میزنه هر جا امروز نه که هوا در نصیب ما خیلی دست که هوا آور گرم نه تنش حرکت کردیم مادیم خر ایجا نمیگذاره خر هو جا خطی برده همجا خطی برده گذارنن در کار خر را میبرن و همجا میگذارنن نه استاد سرکار نش خطی برون نگاه کن نه غلطی بو اینا ها هی اینا ها اسرار اینا دیدیم یا بالای برف برمادیم بچه های 5 هم برماده ایستن بچه های 5 از شمکک نمیده جمشید هم برماده ایستن حرکت که اینا برمادیم بالای برف چند متره برف؟ 1 متر اینا بالای برف برمادیم 5 متر برف دالش سری اوله 6-7 متر دیگر هست اولی زنه برف اونش است بگی بخیر میخری اوست نگذر او نجاب کن انا همجا بعد دست بکنه که مردمی گرما مردمی تگو در حسرت برف برف گریزونه این کنده برای علاو گرفتیم جا هست علاوی کمتره راه یافتیم گرفتیمش این جا یک مول دیگر دیدیم اونجا نصیب باشه برا
خبر میگیریم میبینیم که یکون گوسفند میتیم میفروشه. یکون گوسفند میگیریم یک مایوفکا کنیم گفتیم گپو. так گفتیم که دشت ازبکون میریم. دشت ازبکون خیلی که برادر کروگان 96 زودای دره حیرون که در اون طرفی امودریا زندگی میکنه نوشته بود. بله زمانه همه چی را عوض میکنه. یا دشت ازبکون نام نداشته است. اول دشت قلغان میگفتن تگی ایرا آقای کرا یعنی که مرد قلغان همه آدمایی که مال چرار میتین مال دارن مالا رو میارن چرار میتین در وقت گرما می اومدن ای طرف گرما می اومدن در ایجا برای که گوسفند در گرمی بسیار زیاده نمیتونه در سرش کرم داره. وقتی گرم شد سحر میخوره گرم شد افتو سرش هم بین پای دیگریش میاندازه یک اونجا سیگیده توپ میاد جو جمع میشون دم میگیرن. هم دشت ازبکو پایونده اوای میریم میبینیم ولی هم جای مای دشت ازبکان دشت قلغان نام داشته است. ای همون وقت نام گرفته است دشت قلغان. اومدگی ما نمیدونستیم برای اول دشت ازبکان میگفتیم. ای روز دو طرف ای دشت قلغان دشت ازبکان میگیم که برای بعضی ها بچه‌هاش نمیدونن که دشت قلغان میگن. دشت ازبکان حالا در دهنی مردم اینجا هست ازبکان میگن برای نام شده دشت قلغان. الان دشت قلغان میریم ان شاء الله ماهی هست سیزن ماهی نشیدگی ازیر سیزنش بدتر میشه نه که هست میریم میبینیم ان شاء الله. ازی خوش میریم میبینیم اگر شید یگون گوسفند گیریم. بچه‌ام اینجا دم گرفته ایستن اینا آنتن پیدا شد. اینجا طرف آنتن نیسته. خیر با دوام میدیم. این خیلی نزدیک اومدیم. اینجا یک خوشی دیگر بچه‌های 5 بچه‌های پراوده گفتیم یک گوسفند گیریم که نداد. گفت که مال کمای 10 مرده ایم کلانترم نیسته. من خیلی گفتن نداد. از خمیده من ها خوشی اینجا میبینی خوشی اکبر گفتن صاحبی مال است. نصیب باشه پیشم میریم های هم میگیرم. من آبی دشت ازبکو دشت قلغان نه همین در وچه مای داکی پاشوی خبیسیره که دیدیستی در کردم شریدی استم گوشتی سویجی یافتم. خیر میریم باز ای طرف ببینیم. یا در دشت ازبکو رسیدیم. ماهیگیری رو سر نکردیم. رفتیم یک گوسفند گرفتیم خریدیم. قیمتش گفت 400 تومان 20 کیلو گوشت نمیکنه. های 20 کیلو خرید 20 کیلو میکنه 400 تومان گرفتیم تنجه. او میگه گوسفند خریدیم ماهی نخریدیم. مایده کردیم نصیب باشه گوشت بری نمیزنیم. مسافر در افتو کار کردیم. انا پور علیای استاد سفر چای مونده است علاوه سوخته است. تاک این رجب نمدوره محمد یا خفا موندگیان مسافر تاون کردگی نیست کیفاش دوره یاد نیست مسافر انا دل جگر پرتوفتیم و دنبا را پرتوفتیم پارکور را بپرتویم یک شارژور میکنیم میزنیم یا جویا شما خطی بود او میتین. اینا گوش بریان هم جوشیده است حالی هم علاوش مونده است. ای خوجرنوب ای قردم شیرخان بندر چویا جوشونده است. خرام بسیار شدن 4 تاشیدن. اینا جوشیده است از میبینیم خطاست یا نه جوشه گرمه یا ما دیگه چی میتونیم نه میشه چی موز چخلای هاپ پنجای اوی مویدور هم نمیای لیکن دریای یا پرش جمعه ریسه یکون یک محبت انا همیو همه خمیشه اما یا چیز افتو انا همه خمیشه کم میشه انا ماهی همیشه یا اول خوردگی از زمینه چم هگی چم میگم هگی چم خوردگی
آن تاکی چه من دست میدوزی موی را میخفی میگیری باش هست فقط سحری میگیری فقط دیگه سحر بگه برای موی وقتی خوردن شه خوردن میره هم وقت میگیری وقتی گرمی ده میپرتوی تماشا میکنی دیده است گل موی میویا همون را نمیخوره بازی میکنه قطیش میگذه هوی میتی هم خیر انا سحری بگه باش هست قطی میگیری خود قطی نشپول قطی عبیدی وقتی گرمی باینی سر بگه فقط با دست مندازی موهی را امتحان میخوابی میگیری بیرون میپرتی انا همی ای او ای همیجا میروا با قشلاک چرسون با پشتراغ پستیراغ میکنبا در او شورک یک جای میشه در او سقردش یک جای میشه و در او فینگو میره یک جای میشه در سری پران در دشت شیر یک جای میشه و اوی فینگو حاضر ما سری او داریم سری او داریم فیر موز او دریای ماهی نیست حاضر بچه ها گرفتن شستورا میپرشن به فیر من که ماهی نیست برای او دریای ماهی هست تویمتر میریم شب و روز در پیام میکنیم انشالله که ماهی هست اینجا میگیریم حاضر فقط یک گوسفند گرفتیم گوسفند گوش بریون شدیسته گوش بریون میخریم میریم پایونده دوام شجرت میکنیم انشالله که ماهی هم میگیریم در جویا تماشا میکنیم دیخ میکنیم آخی ماهی هم که نشد این طبیعت تماشا کن راحت دنیا نمیجای برف اوجا هوا سلخین که پشتا برای اوقات کم چیندیم برای اوقات پودینه چیندیم یگونش نوردیم بعد پودینه سیونک چیندیم در برای سیونک گفتادیم چیای نونان ریحانه که انا امی ایرا سفیدسنگ میگن ای سفیدسنگ میبروی دیگه کتال نیسته دیگه که نیسته فقط پایان میبروی با قشلاق گشونه ای قشلاق گشون 25 کیلومتر قلعه خم درواز سنتری در مرکز درواز اگر ایخل برای یگون 3 ساعت بعد چرسو میشوه بعد پشتراغ بعد پستیراغ قلعه حسین همون میخندی میرای так ونج خیلی بالاترای اوقاتم بردار کردن بیو چه بچه کو نبا گوزه پختگی هسته اوخی؟ نه سوخا بیاره پاکت سوخا بیار جان یک شبکه داره خیلی بسم الله الرحمن الرحیم دیگه ایشی دیست است مسئله خواه دیدید حالت کرد زده نه باشه اوسبه باشه اوسبه حالت کرد سوم کنیم دیگه موندگی دیگه هم دیستی دیگه موندگی علاوه هم رفتی است علاوه اول زمینه گرم میکنیم بعد در بلوش پلاتکر میزنیم برای گرم تا یگون وقت شود گرم شود بچه هم زد دارن نه ویزو بردن اوقاتش زد داریم خامشوربا با فیلم شوا خامشوربا میشوا اوه خامشوربا خیلی شوربا یک به یک حساب میکرد یک او یک گوشت های کش که که را این پلاتکمون این پلاتکر انجام کنه نمیکنیم نمیشه روی گشت گرد پلاتکره ملاق دار کرده اینا اینا دیگه ایش دست موی گرفته استیم همینجا محمد موی گرفته است تا گرفتی هستای اینا موی را دیدی محمد بیا 3-4 تا موی گرفت نه سر کرده است 3-4 تا موی گرفت همینجا میگه که موی بسیار خوبه اینا موی را برداشت ها باز میریم پیش اون کش میکنیم بچه را بینیم کچ گرفته است یا نه حاضر نگاه میکنیم کچ جمشید موی را گرفته است یا نه یی اوسا ها ها برا بگیرش موی را برا بگیرش خب در دست نران نشست هستای اینجا یی کام نیست برا دوام دستی جمشید نگه دستی زور موی وزمین گرفت اینه یی ها ها یا تیگه بگرفت
یا همش گل مویی است ده جمشید اوی گاب نیست چند تاشی چند قیه ساعت کشید ها بچه عزیز موی کم های خیلی که هر سال می اومده می گرفتیم خیلی نیست های سیزون موی نو سر شدیست های ها گرفتیم یک چند تا 15 دونا گرفتیم یکون یک ساعت کار کردیم دکس موی می گیریم دو تا خدای موی گیر داریم اینکه موی کم های ماهی یکون یک ماه یک نیم ماه بعد سیزونش میشه انا وقت میپرتای میگیری میپرتای نگید گل ماهی فریل روچه‌وای فریلای سب با مزه ترین ماهی است استخوان نداره یا مقصد استخوان نداره تمامی استخوان داره در درون گوشت استخوان نداره میپزی استخوانش جدا گرفته خوردن میگیری خیر خود طوری که دیست با فیرم ماهی گرفته نمیشه دیگه فقط دمام میتیم ادامه داره الان سپتای باشو گرم کردیم هوا سالکن ترای دیگه هم جوشی دیستای دیگه نشون تیم دیگه هم جوشی دیستای خام سر بردن یک به یک گفتی گپو که کریم دادم ناومده دیگه که کریم داد دستش که نه که کریم داد دیرتر اومد یا موی میگیره نسی باشه پگاه ابرا یه خوشنب الله حاضر که در سری یولی دشتی چوپانون خیلی گفتاد برادر کروگن نوشش در سری یولی دشتی چوپانونیم ای ماهیگیری بالا برآمدیم یا ای همین سر یول بلندی قریب 3000 3000 4000 متر بلندی ای همین سر یول بچه‌ها نوشتن انا همین بلندی برادرها گفتن سلام ما را برسون برادرای مسکو برادرای پیتر یکاترینبورگ اوکراین برادرای یوژنی کره یاسین جان یک برادر دیگر امام فیضلی دولت عثمان نظر فیدناهی رشت سلام حقیقت رو به همه تاجیکا میرسونه نه بچه مردم قردم ای پنج ای جمعیت در سر اینش برسواری میکنن دامای هوی خوردی کن جزیر شد بچه نه پریم پایین برای او خشیر نیست نه که راحت میکنی ها اینه علف میبینی علف ای خوکا میتکی یعنی علف قوق میکنی اسپند نمیای اسپند قوقش میکنی برای دود دوختن برای بسیاری ها میدونن چی برای چی ای ما هم فقط دودیش دیدیم تمام بچه اومدن کندیستن اینا قبچهشون خریب پر کردن تو سرکارم کندیست است مزهش میدونه پیریکورای میکنی خوکش میتکی ریشهش قوق میکنی دود میدوزی برای چه فایده داره برگش نیم خیلی اینه برگش با شلخه مانندی دارم نکی خیره ای روشن نیست خوجانویوب کندیست ای توزه کرده گرسیستن و شلخه رو نکن بچه نه شلخه ندست بام اسپند دست اسپند هزار اسپند نه هزار اسپند دیگه در شهر میفروشن وای نیست ای اسپند ای نستایش هم خیلی میگه اسپند نستایش بوی تنگ میکنه دودی تنگ میکنه همین خیلی کروشی
خه